ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. راستی یک نامه آمد، بسیار خجالت شدم و حتی در فکر فر آمدم که این گونه انسان‌های سنگدل هم هست. موضوع ما درباره بی‌فرزندی است. پس یک لحظه توجه. هرچی رو بزرگان گفتن ما کوشش میکنیم بر شما برای تسلا تسکینی دل شما پیشکش کنیم. نامه چنین نوشته شده بود که خودش اصلا انسانی که فرزند نداره چند قدر دلش خیلی فهمیده چی گفتنی بودم. باز اگر که او رو یک چیز دیگر یاد دارم، استاد دایم میگفت وقتی نفری فرزند ندارد در اطرافش، یعنی در نزدش فرزندت را نوازش مکن، سیله مکن، دیگر نکن که او دیگر میسوزد. این درد رو شما فهمیده نمیتوانید، زیرا فرزندانتان در پهلوتان بازی دارند میگردند. این درد هیچ. یک لحظه تصور کنید. کار آمدم، گفت خودش بسیار برای طبابت هر کجا می رفتم، بسیار غمگین هستم. اما یک کارگرمان، یک زنی دیگر گفت بی فرزند، مرا طعنه کرد. همه مفصل تر نگفتم، اونجا باز بسیار سخن ها بود. پس می گفت هر کس اگر 3 فرزندش از عالم گذرد او را شفاعت میکنن. گفتن یا رسول الله اگر 2 فرزند چه؟ گفتن به قدر خودش شفاعت میکنن. گفتن اگر 1 فرزند چه؟ این چونین گفتن اگر عموما فرزند نداشته باشد چه؟ او چی میشود؟ فرزند ندارد که او را شفاعت کند. پیامبرمان گفتن من شخصای بی فرزند در آن دنیا خودم شفاعت میکنم، کفالت میدیم، گارانتی. پس خوش به حالتان. گفتن ما به بعضی ها فرزند پسر میدیم، به بعضی دیگر فرزند دختر و به بعضی دیگر هر دویش را میدیم و بعضی دیگر یگان تش را نمیدیم. اگر داد مغرور مشو، نداد غمگین مشو، زیرا 3 چیز را خداوند میدهد و خودش میگیرد. یعنی 3 چیز را خداوند میدهد و خودش میگیرد. یگان کس دخالت کرده نمیتواند. یکم رزق، دوم علم، سوم فرزند. به این خاطر هیچ وقت در زندگی ناامید نشوید. بسیار هستند که من میفهمم درد شما را، لیکن دورای حضرت موسی زن نزد موسی آمد، گفت یا موسی تو با خداوند در گفتگو هستی، خواهش، التجا، پرسان شو که در تقدیر من فرزند هست یا نه. وقتی حضرت موسی پرسان می شوند بر آن زن که در تقدیرش فرزند نیست، بگوی. وقتی زن دوباره بر می گردد میگویند ای زن در تقدیرت فرزند نیست. زن چیزی نگفته باز سرش را خم کرده می رود. در بین چند سال می گذرد. روز حضرت موسی از کوچه گذر می کنند، می بینند در اطرافش طفل بازی دارد. حیران می شوند خدایا تو که گفتی در تقدیرش فرزند نیست صاحب فرزند شده است. گفت آنگونه دست برداشت بر من دعا کرد. آنگونه با امید بود که دستی برداشته را من خالی بر نگرداندم. تقدیر جنبان هم هست دوستان. شما هیچ باید ناامید نشوید در زندگی. ناامیدی شما، ما هیچ ناامیدی شما را نمیخواهیم. پروردگار مهربان، بخشنده جان و جهان، به هر کسی فرزند طلب فرزند رسان، فرزند رسان. فرزند بود جان و جگر، پیوندگری ما بر پدر. دختر بود یا که پسر، فرزند رسان،
فرزند رسان. فرزند خواهند دائما، دلهایشان آب و ادا، بران کسان یا خدا فرزند رسان، فرزند رسان. ما پهلوی شما هستیم. شما هیچ نباید تنها باشید و فراموش نسازید، ناامید نشوید. انا همین امید محرک زندگی است. امید است که ما زندگی میکنیم. چندین قصه های دیگر بود، ما نمیتوانیم در طول این مدت همش رو یک باره بگوییم. لیکن نقطه بس است اگر شعور است. اگر انسان بفهمد برو یک اشاره بس است، و اگر نافهم چون چراغ پیش کور است. انسان نمیفهمد برو دیگر نه شمع نه چراغ روشنی لازم نیست. خود را احتیاط کنید، ناامید هیچ مشوید. ما فرزندان شما هستیم، ما پهلوی شما هستیم. خدا کند که در خاندان شما صدای کودک برآید. انسان تمام خستگیش را به فرزند میبرد. از شما احترامانه خواهش میکنیم در اطرافتان باشند، احترامشان کنید و نگذارید که احساس به فرزندی را. نیت خوبی ما بگذار رسد. اگر نیت ما نرسد، نیت هزارها نفری که گوش دارند و یا تماشا میکنند، یک آهی آنها یک دعای آنها بر شما بگیرد. خداحافظ. خود را احتیاط کنید.